سلام. پیام‌های زیادی داشتیم از دوستان که درخواست کرده بودن روش استفاده از رابردم رو توضیح بدم. رابردم هایی که من استفاده میکنم این مارک هست، دنتال دم. رابردم های بسیار خوبی هستن و یک گاید داره به این صورت که ماگزیلا و مندیبل رو مشخص کرده و شماره دندان هم که نزده ولی مشخصه که دندان شماره 1 اینجا، شماره 6 هم اینجاست. روش به این صورت هست که شما از دستیارتون درخواست میکنید که مثلا دندان 6 سمت راست بالا، ماگزیلا سمت 6، دندان شماره 6 رو برای شما کلمپ بذاره. دستیارتون رابر رو روی گاید میذاره و مثلا دندان شماره 6 رو 1 2 3 4 5 6 برای شما علامت میزنه. بعد به راحتی با پانچ سوراخ میکنه. به این صورت این نوک تیز رو میذاره روی پانچ و یک سوراخ انجام میده. تموم شد. و بعد از اون از یک کلمپ برای دندانش استفاده میکنیم. نکته‌ای که هست اینه که باید به دستیارتون بگید که این لوپ سمت خط وسط یا میدلاین باشه. به این صورت حالا دستیارم تو این کار واردتره چون که این کار در واقع من به ایشون آموزش دادم، کار خود دستیار هست. به این صورت و مرحله بعدی رو در تصاویر بعدی به شما نشون خواهم داد. همونجور که می‌بینید زمان خیلی کمی میگیره و احتیاج نیست که شما همه این کار رو انجام بدید. تمام وسایل مواد رو دستیار حاضر میکنه و شما فقط نصب میکنید. مرسی. خب پس از جاگذاری یک کلمپ با استفاده از فورسپس به این صورت قرار میدیم در این کلمپ و خیلی راحت داستان بکنم دندان 7 پایین به این صورت کلمپ رو جای گذاری میکنید. بعد فریم رو از دستیارتون میگیریم به این صورت قرار میدیم و باقی مانده رابردم رو از زیر بارچه ها با پنس یا اینسترومنت پلاستیک رد میکنیم تا به دندون فیت بشه. فیتنس این رابر با دندون خیلی عالی هست. به نظر من احتیاجی به از استفاده از لیکوید دم ها یا کامپوزیت فلو نیست، ولی اگر لازم باشه مقداری کامپوزیت فلو در حاشیه استفاده میکنم. خب بهتره که از لیکوید دم استفاده کنید، ولی اگر نداشتین کامپوزیت فلو هم چاره کار هست. از این بگید لطفا. به این صورت در حاشیه ها کامپوزیت رو میریزیم به این صورت. خودش درون منافذ نفوذ میکنه توی لینگوال ها، اگر اینکه فضایی باشه میریزیم. بعد حدود 10 ثانیه لایت کیور میکنیم. اینجوری تمام منافذ بسته میشه و هیچ ماده شستشو دهنده یا سرم وارد دهان نمیشه. راجب ساکشن هنگام استفاده از رابردم پرسیده بودیم که من خودم از ساکشن هوایی یا ساکشن جراحی استفاده میکنم. روش به این صورت هست که از دستیارم میخوام که ساکشن رو کنار دوربین یا فرز بگیره و به این صورت ساکشن کنه. به این صورت. راجب ساکشن بزاق پرسیده بودین که من خودم از ساکشن بزاق استفاده نمی کنم، چون وقتی ما رابردم استفاده می کنیم به خاطر اینکه هیچ ماده‌ای درون دهان نمیریزه و اینکه کلا تماس وسایل ما با لب و دهان خیلی اندک هست،
میزان ترشح بزاق خیلی کم هست و هر 10 یا 20 دقیقه یک بار گوشه در واقع رابردم رو خارج میکنید از فرم و ساکشن انجام میدید. ساکشن هم با همون ساکشن هوایی یونیتتون یا ساکشن جراحی میشه انجام داد. فقط بهتره که سر ساکشن رو عوض کنید که در واقع اون قسمتی که به دهان تماس داره با قسمتی که روی رابردم تماس داره متفاوت باشه که آلودگی ها از محیط دهان وارد محیط رابردم نشه. یک نکته دیگه من اضافه کنم، شاید لازم باشه شما در یک کوادران 2 دندان را احتیاج به درمان داشته باشید که حالا اون دندونه که دوم که حالا بعداً تصمیم گرفتید و با یک سوند یا با پانچ سوراخ میکنید و به وسیله 2 وج یا نخ دندان اون دندون دوم رو هم جدا میکنید.